عزیزای دل، حالتون چطوره؟ من دوباره اومدم با خوانش کتاب انجیل و داستانهای خیلی جذابش. میریم که داشته باشیم ادامه کتاب پیدایش رو. امیدوارم که لذت ببرین. خیلی خیلی خوشحالم که کنار من هستین و خیلی ممنون که ویدیوها رو لایک میکنین. خیلی خیلی سپاسگزارم از این که نظراتتون رو کامنت میکنین. امیدوارم که کنار هم دیگه کتاب‌های بیشتری رو بتونیم بخونیم و لذت ببریم. میریم که داشته باشیم کتاب انجیل رو از باب، یعنی کتاب پیدایش رو از کتاب انجیل از باب 7 شروع میکنیم. از باب 7. آنگاه خداوند به نوح گفت: تو و همه اهل خانه‌ات به کشتی درآیید، زیرا تو را در این عصر در حضور خود پارسا دیدم. از همه چارپایان طاهر 7 جفت نر و ماده با خود برگیر، و از چارپایان نجس 1 جفت نر و ماده، و نیز از پرندگان آسمان 7 جفت نر و ماده، تا نسل آنها را بر روی تمام زمین زنده نگاه داری. زیرا من پس از 7 روز 40 روز و 40 شب باران بر زمین خواهم بارانید و هر موجودی را که ساختم از روی زمین محو خواهم کرد. و نوح هر آنچه را که خداوند به وی فرمان داده بود به انجام رسانید. نوح 600 ساله بود که طوفان آب بر زمین آمد. و نوح با پسرانش و زنش و زنان پسرانش به کشتی در آمدند تا از آب طوفان در امان باشند. چارپایان طاهر و چارپایان نجس، پرندگان و همه خزندگان روی زمین، 2 به 2 نر و ماده، همان گونه که خدا به نوح فرمان داده بود، نزد نوح به کشتی در آمدند. و پس از 7 روز آب طوفان بر زمین آمد. در سال 600 از زندگی نوح، در روز 17 از ماه دوم، آری در همان روز، همه چشمه های ژرفای عظیم فوران کرد و پنجره های آسمان گشوده شد و باران 40 روز و 40 شب بر زمین فرو بارید. در همان روز نوح و پسرانش سام و حام و یافس و زن روح و 3 زوجه پسرانش با آنها به کشتی در آمدند. آنان و همه وحوش گونه به گونه و همه چارپایان گونه به گونه و همه خزندگان بر روی زمین گونه به گونه و همه پرندگان گونه به گونه، همه مرغان و همه بالداران، پس 2 به 2 از هر ذی جسدی که نفس حیات در خود داشت، نزد نوح به کشتی در آمدند. و آنهایی که داخل شدند همان گونه که خدا به نوح فرمان داده بود، نر و ماده از هر ذی جسدی بودند. آنگاه خداوند در را بر او بست و طوفان 40 روز بر زمین ادامه داشت و آب افزون گشت و کشتی را در بر گرفت که از زمین بلند شد و آب چیرگی یافت بر زمین، بسیار فزونی گرفت و کشتی بر سطح آب شناور شد و آب بر زمین زیاد و زیادتر غلبه یافت تا آنکه همه کوههای بلند که زیر تمامی آسمان بود پوشیده شد. آب 15 ذراع از کوهها بالاتر رفت و آنها را پوشانید. هر ذی جسدی که بر زمین حرکت می کرد، از پرندگان و چارپایان و وحوش و همه انبوه جنبندگان کوچک روی زمین و همه آدمیان تلف شدند. هر آنچه بر خشکی بود و نفس حیات در بینی داشت بمرد.
او هر موجودی را که بر روی زمین بود محو کرد، از آدمیان و چارپایان و خزندگان و پرندگان آسمان. آنها از زمین محو شدند، تنها نوح باقی ماند و آنها که با وی در کشتی بودند. و آب 150 روز بر زمین چیره بود. و اما خدا نوح و همه وحوش و چارپایان را که با او در کشتی بودند به یاد آورد و خدا بادی بر زمین وزانید و آب فروکش کرد. چشمه‌های ژرفا و پنجره‌های آسمان بسته شد و باران از آسمان باز ایستاد و آب رفته رفته از روی زمین برگشت تا پایان 150 روز آب کم شده بود. در روز 17 از ماه هفتم کشتی بر کوههای آرارات قرار گرفت. تا ماه 10 آب همچنان کاهش می‌یافت تا آنکه در نخستین روز از ماه 10 قله‌های کوه‌ها نمایان گشت. پس از 40 روز نوح پنجره‌ای را که برای کشتی ساخته بود گشود و کلاغی را رها کرد. کلاغ به این سو و آن سو می‌رفت تا آنکه زمین خشک شد. سپس کبوترها را از نزد خویش رها کرد تا ببیند آیا آب از روی زمین فروکش کرده است. ولی کبوتر نشیمنگاهی برای کف پاهای خود نیافت و نزد نوح به کشتی بازگشت، زیرا آب همه سطح زمین را پوشانیده بود. پس او دست خود را دراز کرد و کبوتر را گرفت و آن را نزد خود به کشتی بازگردانید. نوح 7 روز دیگر درنگ کرد و دیگر بار کبوتر را از کشتی رها کرد. شامگاهان کبوتر نزد او بازگشت و اینک برگ زیتون تازه‌ای به منقار داشت. پس نوح دانست که آب از روی زمین کم شده. او 7 روز دیگر نیز درنگ کرد و کبوتر را رها ساخت و کبوتر دیگر نزد وی باز نگشت. در 601 سال از زندگی نوح در روز نخست از ماه نخست آب از روی زمین خشک شد. آنگاه نوح سرپوش کشتی را برگرفت و دید که اینک سطح زمین خشک شده است. در روز 27 از ماه دوم زمین خشک شده بود. آنگاه خداوند به نوح گفت: از کشتی بیرون بیا، تو و زنت و پسرانت و زنان پسرانت همراه تو، همه جاندارانی که با تو اند، هر ذی جسدی را از پرندگان و چارپایان و همه خزندگان که بر زمین میخزند با خود بیرون آور تا بر روی زمین منتشر شده در جهان بارور و تکثیر گردند. پس نوح با پسرانش و زنش و زنان پسرانش بیرون آمدند و همه وحوش، همه خزندگان، همه پرندگان و هر آنچه بر زمین حرکت می‌کرد بر حسب خانواده‌هایشان از کشتی بیرون درآمدند. آنگاه نوح مذبحی برای خداوند بنا کرد و از همه چارپایان طاهر و از همه پرندگان طاهر گرفته قربانی‌های تمام سوز بر مذبح تقدیم کرد و رایحه خوشایند به مشام خداوند رسید و خداوند در دل خود گفت: دیگر هرگز زمین را به سبب انسان لعنت نخواهم کرد، هرچند که نیت دل انسان از جوانی بد است، و دیگر هرگز همه جانداران را هلاک نخواهم کرد، چنان که کردم. تا زمانی که جهان باقی است، کشت و درو، سرما و گرما، تابستان و زمستان و روز و شب باز نخواهد ایستاد. و همینطور میریم برای باب 9. خیلی شیرین بود. امیدوارم لذت برده باشین تا اینجا.
آنگاه خدا نوح و پسرانش را برکت داد و به ایشان فرمود: بارور و تکثیر شوید و زمین را پر سازید. ترس و هیبت شما بر همه جانوران زمین و بر همه پرندگان آسمان و بر هر آنچه بر زمین می‌خزد و بر همه ماهیان دریا خواهد بود. آنها به دستان شما سپرده شدند. هر جنبنده‌ای که حیات دارد خوراک شما خواهد بود. همان گونه که گیاهان سبز را به شما دادم، اکنون همه چیز را به شما میبخشم، اما گوش را با حیاتش که خون آن باشد مخورید. به یقین تاوان خون شما را که حیات در آن است باز خواهم ستانید. از هر جانوری آن را باز خواهم ستانید. خون انسان را از دست هم نوعش نیز باز خواهم ستانید. هر که خون انسان ریزد خونش به دست انسان ریخته شود، زیرا خدا انسان را به صورت خود ساخت. من اینو یه بار دیگه براتون میخونم، بسیار زیبا بود. هر که خون انسان ریزد خونش به دست انسان ریخته شود، زیرا خدا انسان را به صورت خود ساخت. و اما شما بارور و تکثیر شوید، بر زمین منتشر گردید و در آن بیفزایید. سپس خدا نوح و پسرانش را با وی خطاب کرده و گفت: اینک من عهد خویش را با شما و پس از شما با فرزندان شما استوار می سازم و نیز با هر جانداری که با شما باشد، از پرندگان و چارپایان و همه جانوران زمین، یعنی با همه آنها که از کشتی بیرون آمدند. این برای همه جانوران زمین خواهد بود. من عهد خود را با شما استوار می‌گردانم که دیگر هرگز هر ذی جسدی به آب طوفان هلاک نشود و دیگر هرگز طوفان نباشد که همه زمین را ویران کند. و خدا گفت: این است نشانه عهدی که من میان خود و شما و هر جانداری که با شماست برای همه نسل‌های آینده می‌بندم. رنگین کمان خود را در رنگین کمان خود را در ابر قرار دادم و آن نشانه عهدی خواهد بود که میان من و زمین است. ما اینجا متوجه میشیم که رنگین کمان نشونه چه عهدیه و بسیار لذت بخشه. هرگاه ابرها را بر فراز زمین بگسترانم و رنگین کمان در ابرها پدیدار شود، آنگاه عهد خود را با شما و هر جاندار ذی جسد به یاد خواهم آورد و آبها دیگر هرگز سیل نخواهد شد تا هر ذی جسدی را هلاک کند. هرگاه رنگین کمان در ابرها پدیدار شود، آن را خواهم دید و عهد جاودانی میان خدا و هر جاندار ذی جسد را که بر زمین است به یاد خواهم آورد. پس خدا به نوح فرمود: این است نشان عهدی که در میان خود و هر ذی جسدی که بر زمین است استوار ساختم. پسران نوح که از کشتی بیرون آمدند سام و حام و یافس بودند. حام پدر کنعان بود. اینان 3 پسر نوح بودند و مردمان تمامی جهان از ایشان منشعب شدند. نوح به کشتکاری زمین آغاز کرد و تاکستانی غرس نمود. او از شراب آن نوشیده مست شد و خود را در میان خیمه خویش برهنه ساخت. حام پدر کنعان برهنگی پدر را دید و 2 برادر خویش را در بیرون خبر داد.
پس سام و یافس ردایی برگرفته آن را بر شانه‌های خویش افکندند و سپس پس رفته برهنگی پدر خود را پوشانیدند. ایشان روی به جانب دیگر داشتند و برهنگی پدر را ندیدند. چون نوح از مستی خود به هوش آمد و دریافت که پسر کوچکتر با وی چه کرده است، گفت: لعنت بر کنعان، برادران خود را بنده بندگان باشد. و نیز گفت: متبارک باد یهوه خدای سام، کنعان بنده او باشد و خدا یافس را وسعت بخشد، او در خیمه‌های سام ساکن شود و کنعان بنده او باشد. نوح پس از طوفان 350 سال زندگی کرد. پس روزگارهای زندگی نوح به تمامی 950 سال بود و او مرد. و شروع باب 10. این است تاریخچه نسل پسران نوح: سام و هام و یافس. برای ایشان پس از طوفان پسران زاده شدند. پسران یافس، جمر، ماجوج، مدای، یاوان، توبال، ماشک و تیراس. پسران جمر، اشکناز، ریفات و توجرمه. پسران یاوان، الیشع، ترشیش، کتیم و دودانیم. از اینان مردمان ساحل نشین در سرزمین‌های خود منشعب شدند و هر یک با زبان خویش بر حسب طایفه و در قوم‌های خویش. پسران هام، کوش، مصر، فوت و کنعان. پسران کوش، سبا، حویله، سبتا، رعمه و سبتکا. پسران رعمه، سبا و ددان. کوش نمرود را آورد که سلحشوری را در جهان آغاز کرد. وی در حضور خداوند شکارچی نیرومندی بود. از این رو میگویند همچون نمرود شکارچی نیرومند در حضور خداوند. مراکز اصلی حکومت او بابل، ارک، اکد و کلنه در سرزمین شنعار بود. او از آن سرزمین به آشور رفت و در آنجا نینوا، رهوبوت، کاله و ریسن، آن شهر بزرگ را که میان نینوا و کاله واقع است بنا کرد. کنعان نخستین زاده‌اش سیدون و هیس را آورد و یبوسیان، اموریان و جرجاشیان را و هویان، ارقیان و سینیان را و اروادیان، سماریان و هماتیان را. پس از آن طوایف کنعانی منشعب شدند. حدود کنعان از سیدون به سمت جرار تا غزه بود و به سمت سدوم، اموره، ادمه و سبوئیم تا لاشه. اینانند پسران هام بر حسب طوایف و زبانهایشان در سرزمین و اقوام خویش. برای سام نیز که نیای همه بنی ابر و برادر بزرگتر یافس بود، پسران زاده شدند. پسران سام: ایلام، آشور، ارفکشاد، لود و آرام. پسران ارام: اوس،
هول، جاتر و ماش. ارفکشاد پدر شلخ بود و شلخ پدر ابر. 2 پسر برای ابر زاده شدند. نام یکی فلج بود و زیرا در زمان او زمین منقسم شد. برادر او یوقتان نام داشت. یوقتان پدر الموداد، شلف، حزمود، یرخ، هدورام، اوزال، دقله، اوبال، ابیمایل، سبا، اوفیر، حویله و یوباب بود. اینان همه پسران یوقتان بودند. سرزمینی که ایشان در آن میزیستند از میشان به سمت سفار بود که کوهستانی در شرق است. اینانند پسران سام بر حسب طوایف و زبانهایشان در سرزمین و اقوام خویش. اینان طوایف پسران نوح بر حسب نسل‌های ایشان در اقوام خویش، از ایشان اقوام جهان پس از طوفان منشعب شدند. و باب 11 رو براتون میخونم الان. و اما تمامی زمین را یک زبان و یک گفتار بود و چون مردم از مشرق کوچ میکردند در سرزمین شنعار دشتی هموار یافتند. در آنجا ساکن شدند. آنان به یکدیگر گفتند بیایید خشت‌ها بزنیم و آب را خوب بپزیم. ایشان را خشت به جای سنگ و قیر به جای ملات بود. آنگاه گفتند بیایید شهری برای خود بسازیم و برجی که سر بر آسمان ساید و نامی برای خود پیدا کنیم، مبادا بر روی تمامی زمین پراکنده شویم. اما خداوند فرود آمد تا شهر و برجی را که بنی آدم بنا می‌کرد ببیند. و خداوند گفت اینک آنان قومی یگانه‌اند و ایشان را جملگی یک زبان است و این تازه آغاز کار آنهاست. و دیگر هیچ کاری که قصد آن بکنند از ایشان بازداشته نخواهد شد. اکنون فرود آییم و زبان ایشان را مغشوش سازیم تا سخن یکدیگر را در نیابند. پس خداوند آنان را از آنچه بر روی تمامی زمین پراکنده شده و از ساختن شهر باز ایستادند. از این رو آنجا را بابل نامیدند، زیرا در آنجا خداوند زبان همه جهانیان را مغشوش ساخت. از آنجا خداوند ایشان را بر روی تمام زمین پراکنده کرد. این است تاریخچه نسل سام. چون سام 100 ساله بود، 2 سال پس از طوفان عرفکشاد را آورد و سام پس از آوردن عرفکشاد 500 سال زندگی کرد و پسران و دختران دیگر آورد. عرفکشاد 35 ساله بود که شلخ را آورد و عرفکشاد پس از تولد شلخ 403 سال زندگی کرد و پسران و دختران دیگر آورد. شلخ 30 ساله بود که ابر را آورد و شلخ پس از آوردن ابر 403 سال زندگی کرد و پسران و دختران دیگر آورد. ابر 34 ساله بود که فلج را آورد و ابر پس از آوردن فلج 430 سال زندگی کرد و پسران و دختران دیگر آورد. فلج 30 ساله بود که رعو را آورد و فلج پس از آوردن رعو 209 سال زندگی کرد و پسران و دختران دیگر آورد. رعو 32 ساله بود که سروج را آورد و رعو پس از آوردن سروج 207 سال زندگی کرد و پسران و دختران دیگری آورد. سروج 30 ساله بود که ناهور را آورد و سروج پس از آوردن ناهور
200 سال زندگی کرد و پسران و دختران دیگر آورد. ناهور 29 ساله بود که تارح را آورد و ناهور پس از آوردن تارح 119 سال زندگی کرد و پسران و دختران دیگر آورد. تارح 70 ساله بود که ابرام و ناهور و هاران را آورد. این از تاریخچه نسل تارح. تارح ابرام و ناهور و هاران را آورد و هاران لوط را آورد. هاران نزد پدر خود تارح در زادگاه خیش اوورکلدانیان درگذشت. ابرام و ناهور زن اختیار کردند و نام زن ابرام سارای و نام زن ناهور ملکه بود، دختر هارون که پدر ملکه و یسکه بود و اما سارای نازا بود و فرزندی نداشت. تارح پسر خود ابرام و نوه خود لوط پسر هاران و عروس خود سارای همسر پسرش ابرام را برگرفت و ایشان با هم از اوورکلدانیان به در آمدند تا به سرزمین کنعان بروند، ولی چون به حران رسیدند در آنجا اقامت گزیدند و روزهای زندگانی تارح 250 سال بود و تارح در حران درگذشت. خب تا 11 رو براتون تموم کردیم. باب 11 رو دیگه، باب 12 به بعد رو میذاریم برای جلسه بعدی. امیدوارم که لذت برده باشین و خیلی که میریم جلوتر خیلی جذابتر و عالی میشه. من این خوندن کتاب پیدایش رو به خاطر این انتخاب کردم که خواستم که حالا همه ما از اول آفرینش کل جهان هستی، کل آدم و حوا و تا به حالش رو از ابتدا رو متوجه بشیم و داستانش رو بدونیم. خیلی ممنونم ازتون که همراه من هستین. امیدوارم که روز و روزگارتون عالی باشه. مرسی بابت لایکاتون، کامنتاتون. اگر کانال رو سابسکرایب ندارین سابسکرایب کنین حتما که وقتی که ویدیوها رو آپلود میکنم براتون نوتیفیکیشنش بیاد و در حصار امن خدا فوق‌العاده باشین. میبینمتون.